خود استمون یعنی جواب امروز سوالایی که بلده از ما که دادین که شما که آشنا شدین، چه رقم آشنا شدین، چند سال ازدواج کردین. آفرین، از ما خواسته این که داستانی آشنایی خود بگیره. بلده از ما بگین. عزیز، از داستان آشنایی شروع تا عشق تا ازدواج همه بله. دیگه ما امیدوار هستیم که شما قنجقه از ما تا آخر از ویدیو را باشین دوستای عزیز. شکیبا جان مندنشی جور باشی. خوبی جان؟ جور بخیری؟ شکر. تو چطوره؟ خدا را شکر. کجا رایشتی عزیز؟ لای امروز هم آردیم دو پارک دیگه. خب نکنه افغانستان رایشتی ترمز مرموز دیسته؟ تقریبا دیگه شاید هفته بعدی بری. خب یک سلام ولی دوستان بیدلی؟ سلام دوستای عزیز، امید که خوب سلامت باشین، هر جای هستین خوش و خرم باشین. دیگه خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه از ما دوستا. بله دوستای عزیز، سلام وقت بخیری. امیدوار هستیم که خوب باشین، دوست صحتمند باشین و سلامت. دوستا همون رقم شکیبا گفت ما هم دیم در پارک که چند دقیقه بیشی و خنجره شما صحبت کنی، بلده شما هم یک ویدیو جور کنی. شکیبا هم نه خوبه علی؟ آره منج بشی دیگه. آره دیگه اینجور بلده شتو انتخاب کرده دوستا. پارک کوهستانی هم ده دیگه انتخاب گوشنین. همه جا سرسبز، هوا هم هوای بهاریه. آره خیلی قشنگ شده نه؟ آره بیش علی اینجا همه چه سره دیگه منج بشی. خاصه تو اون فرش برش چیزا رو بکن. آره دوستان عزیز دیگه گفتیم بریم چند دقیقه بیشی در پارک در بیرون یک هوای تازه بخوری و بلده شما یک ویدیو بگیری. یک سری از سوالات در یوتیوب خیلی زیاد شده، یعنی بیش از اندازه سوالای تکراری بود دیگه. گفتیم ما یک بنده چی میگه زندجان ها؟ آره. ما یک زندجان بریم این ویدیو همی سوالا را پاسخ بدیم و دیگه صمیمیت که ما در سوالای شما پاسخ میدی باعث میشه که صمیمیت بین از ما و مخاطبین از ما زیادتر شونه دیگه. امروز ما شکیبا در بست در اختیار شما دیگه و سوالات شما را پاسخ میدی دوستای عزیز، از داستان آشنایی شروع تا عشق تا ازدواج همه را. بله. دیگه ما امیدوار هستیم که شما قنجقه از ما تا آخر از ویدیو را باشین دوستای عزیز دیگه و امیدوارم که از ویدیو از ما لذت ببرید. بله. قشنگ اینجا کنید. ها؟ قشنگ اینجا بنداز. خب شکیبا دوستا سلام مجدد.
دیگه موی علی فرشمش خوار کردی چای هم دسته بفرمایید چای بفرمایید دوستان نازنین ده هوای قشنگ بهاری بله دیگه خود دستمون یعنی جواب امروز سوالایی که بلده ما که دادیم که شما کی آشنا شدین چه رقم آشنا شدین چند سال ازدواج کردین آفرین از ما خواستین که داستانی آشنایی خبر بیاره بلده از ما بگین بله. دیگه ما خواستیم می ویدیو رو جور کنی در فضای باز قشنگ در بیرون مادی بلدشم نقل کنی دیگه دوستان نازنین سلام خیر باشین یک سلام گرم بهاری از طرف علی سینای بهاری خدمت همه دوستای عزیزی که از سر تا سر دنیا همین لحظه ما را بیننده ما را مهمان خانه هایتان کردین امیدوار هستم که حال دلشون خوب باشد صحتمند باشین و سلامت باشین و مثل از موش که بالی در عشق و وفا و صمیمیت و آرامش زندگی این دوستای عزیز دیگه همون هم که حضرت یار بلدهشون گفتک دوستا اکثر از سوالات در یوتیوب در زیر اکثر ویدیوهای از ما بوده که داستان آشنایی شما چه رقمه لیلی و مجنون چه رقم آشنا شد و چه رقم کار از کجا شروع شد چه رقم شروع شد و چطوری آشناییت تبدیل شد به یک ازدواج بله به یک زندگی عاشقانه شکیبا والدهشون میگه که چی رقم شکیبا در دام عشق گرفتار شد ما بگم یا تو؟ نه تو شروع خیره باز با هم میگی ها؟ خاصه خب دوستای عزیز مو علی تقریبا 4 سال پیش آفرین این میم سال چهارم میشه دیگه که با هم آشنا شدی و نامزد شدی دیگه دوستا ما در سنگماشه جاغوری دیگه دوستا خبر دیگه سنگماشه جاغوری درس میخواندم آفرین علی جانم استاد از ما بود دیگه استاد انگلیسی از ما بود توجه هستین دوستای عزیز دیگه نه؟ آره دیگه علی استاد از ما بود باز همونجا آشنا شدی و بعدنا دیگه یک چند ماه که تیر شد بعد علی دیگه خلاصه از ما خوش شماد علی خوش شماده انداخت گردن از ما علی دیگه تو اول درخواست دادی خب دوستا این ویدیوها رو که ما در ثبت می‌کنم لحظه از همون خاطراتی قشنگ از دوران قشنگی که دیگر هیچ وقت تکرار نمیشه بلده از موش که با در او پیش چیم از ما زنده میشه واقعا یک روزهای قشنگ بود داستانی آشنایی از موش که با بله. یک عشق بسیار حقیقی و یک عشق بسیار وفادار که سرانجامش هم به یک ازدواج موفق ختم شد دوستای عزیز بله مرقم که شکیبا والدهشون گفت دوستا ما شکیبا در سنگماشه با هم دیگه آشنا شدیم و اگر نه که از اینکه ما شکیبا فامیل باشیم فامیل نیستیم شکیبا از مجری ما از سمتای تبرقنک خیلی با هم فاصله داریم اصلا ما تو همی که در سنگماشه شکیبا رو شدیم قبلا اصلا موش ندادم دیگه دوستان ما یک 2 سال او زمان در که سنگماشه بودم صنف 11-12 مکتب بودیم استاد زبان بودم در بخش زبان انگلیسی یک مرکز آموزشی درس میدادم دیگه اون زمستان ما خیلی سرمی شلوغ بوده که واقعا دیگه چندین کلاس درس میدادم و از جمله از کلاس هایی که ما درس میدادم شاگردای شکیبازی بود دیگه اونمونجا بود که نفر ما را آره دیگه دوستای عزیز اونمونجا ما شکیبا با هم دیگه آشنا شدیم دیگه ما چیز گفتم شکیبا در تو؟ اینر بقیه شکیبا میگه خود دستا بعد علی بلدم درخواست داد دیگه یعنی گفت ما از تو خوشم آمده یعنی واقعا از تربیت تو از تربیت فامیلی تو از شخصیت تو واسه یک دختریه که مثلا ما این قسم دختر هم میخواستم دیگه نفر چطور خود تعریف کنه؟ نه ما حرفای از تو رو میگم دیگه بعد دوستا ما اول دفعه قارم بلامد خواه یعنی ما گفتم نه گفتم استاد اگه مثلا از رقم حرفای خود دوباره بگی ما اصلا کلا دیگه رابطه از ما به هم مخوره و ما دیگه اصلا کورس نمیم بعد علی گفت نه اگه تو نمیخوایی هیچ گپ نیه نه بعد دیگه مثلا دیگه علی حرفش نزد تا بعد چند ماه که تیر شد یعنی اواخر کورس بود بعد علی 4-5 ماه شد تقریبا نه بعد دیگه علی گفت نظر تو تغییر نکده یعنی مثلا اگه تو اجازه میدی ما مثلا میم با فامیل تو حرف میزنم میگیم مثلا
حرف میزنم خواستگاری و یه چیزا دیگه نه. بعد دوستا ما هم دیگه از علی خوش ماندد دیگه. واقعا یک بچه فعال بود، مثلا یک کس بود که فقط کلا روی امزو چیز خود درسا و زندگی و پیشرفت چیزای فکر میکرد دیگه. البته در بعضی بچه ها بر نخره که مثلا بعض بچه ها حالی نبود دیگه. خلاصه مثلا در فکر زندگی نباشه یا چیز نباشه. بعد ما از این خوش مونده دیگه. گفتم ما خودم مشکل ندارم، فقط قد فامیلم گفته دیگه دوستا دیگه بعد از 4-5 ماه تقریبا دیگه بله را گرفتم دیگه. یعنی بله گفت دیگه، ولی و یک شکل دیگه ها دیگه دوستا. آره اون رقم که گفتش که با ما وقتی بله را گرفتم دیگه ازش که با رفتیم سراغ پدر و مادر که دیگه یالی دیگه که دختر دیگه بله را گرفت دیگه باید بریم طرف پدر مادر. باید پدر مادر خود گپ میزدم و ما رفتیم خواستگاری و داستان آشنایی از ما دیگه بالاخره دوستای عزیز امزین دیگه شروع شد. بعد ما قد خانواده گفتم دوستای عزیز باز دیگه اونا بالاخره راضی بودن. ما پشت کشتی آتیخیم، کشتی خانه بودم دیگه. آتیم خب خیلی خوشحال شد باشه بریم خواستگاری بخیره. دیگه آماده شدیم دوستای عزیز که باید بریم خواستگاری. یادش بخیر یادم همون روز که ما میخواستیم بایم خواستگاری ما رفتیم بلده چینل سروری یک دانه ویدیو ثبت میکردیم. شاید اکثر از دوستا سعی داشتن ویدیو از ما را. ویدیو از کوی اوت در بیگ خدایداد یک ویدیو ثبت میکردیم. تقریبا ساعتی 1-1:30 بجه بود. ما آمادیم از گزارش درست کردیم، آمادیم خانه. باز دیگه آتیم گفت تو مگه نگفتی بریم خواستگاری؟ گفتم چرا تایم گفتم گفت برگ رئیس بوره دیگه نه دیگه. از ما هم دوستای عزیز باور یک رقم خوشحال بودم، هم ترسیده بودم، یک رقم استرس، یک رقم دیگه استرس داشتم دیگه. اون زمان بود دیگه آتیم من موتور را یاد نداشت، من موتوروان بودم. باور کردم وقت رفتم موتور را روشن کردم چرخ دادم که بریم دیستین تا در فرمان موتور نخم میلرزید. همش استرس بوده. یعنی خیلی استرس بود دیگه دوستای عزیز. شما شکیبار خیلی دوست داشتم، واقعا خیلی طول کشید تا ما بتونیم شکیبار راضی کنیم که اجازه بده که ما باید خواستگاری. خلاصه دیگه اون روز دوستای عزیز ما آماده شدیم که بریم خواستگاری. و بعد دوستا علی پیش از اینکه باید زنگ زد، یعنی گفت ما امروز مییم قد پدر جان تزیه اینا حرف میزنم دیگه تو نا چیز میگه. بعد ما گفتم پدر جان ما امروز دیگه بچم در جارایی بود. خب ما گفتم چیز تای جان امروز قصر میمو خانه از مو خب گفتم میمو قراره باید. گفت خب کی هست؟ ما گفتم مامو استادی که در سنگ ماشه مور درس میداد و زنگ زد. گفتم ما می خانهشیم مثلا کار داره دیگه. باز که باز آقای دیگه گفت خاصه باز دیگه مو تو خبر داشت دیگه کیا میال خبر نداشت دیگه یا به خاطر خواستگاری چیزا میال. چون ما خیلی ریزه بودیم مویزی اصلا کس خانواده از ما یا همون مردم از ما اصلا باورش نمیشد. دوستا ما پشت تلفن همه چی را هماهنگ میکردیم. خب همه چی را هماهنگ کردیم دیگه. قرار بود ما باید خواستگاری بیچاره خسوریم دیگه از دنیا به خبر شکیبار زنگ زدم می گفتم امروز می ما دیگه میال آتیم پیشیله گفت بری دیگه از اونجا گفت اگه از ما کس سرایش بیرون برای کجا جلسه ای نمیدونم چه رقمه. گفتم دیگه تو اگه رقم دور بودی دیگه ای بیچاره رایی گفتم که بره بانه پیدا کنه و آتی خود دور بودی دیگه. ما آمادیم دوستا خواستگاری، آماد حجور 2000 حجور. یکم آبیم خیلی خوشحال بود دیگه. یعنی هر مادری خوشحاله وقتی بره بلده بچه خواستگاری. مطمئنم هر مادری آرزویش هم میه که بره بلده بچه خواستگاری بره زن بگیره بلدهش خانهش آباد کنه عروس بگیره دیگه. آبیم هم دیگه از خوشحالی دوستای عزیز دکالای جای نمیشد. ما از استرس دیگه ما استرس از داشتیم که یک وقت خسوریم جای نرم و بریم خانه نباشد از طرف راضی نشنه از طرف آبیم از یاد وجود رسته یا یک رقم خرید نه یک رقم خرید نه از این دکان دو دکان این چیز منده او چیز منده نمیدونم. باید شیرینی بگیریم، کالا بگیریم، چادر بگیریم، انگشتر بگیریم. ما باید نوست معلوم نیه با اینکه بود نه خلاصه دیگه دوستای عزیز مادر دیگه. مادر
هیچ کس مادر نمیشه و شوقی که مادرمونه شاید شوقش از ما بیشتر بود. آره دیگه دوستان اون شروع شدیم و آمادیم خواستگاری. آره دیگه تو قصه کوی؟ میخواد دیگه دسته آماد بعد ما آره. خودم رفتم مکتب همون روز اصلا در خانه نشستم گفتم اگر گفتم مثلا آبم از یا خبر داشت دیگه میمومه گفتم میمومه ما خودم مرم مکتب باز کی آبم گفته خب خیر تو بیش دیگه و استاد ده باز ما گفتم نه از این خاطر که ما هم زیاد دلیل استرس داشتم خودم ترسیدم رفتم مکتب قرار خودش تو تاک داد دیگه ما را آره. تنها در گیلاتیخ دیده. آره اموم سال بچم صنف 11 بودی که دا بودی 11 بودم به نظرم 11 آره. آره بعد رفتم مکتب دیگه بعد اینا هم دادن قرارات مزیا گفته ده باز دیگه خیلی یعنی دفعه اول اصلا باور شد نشد خیلی تعجب کرد یعنی گفته شکیبا کس هنوز تازه خود شناخته یعنی خیلی ریزه اصلا امکان نداره. آره دوستای بعد علی رم دیدد گفته تو خواستگاریم دیگه گفته گفته تو خودت ریزه شکیبا هم ریزه شما هنوز زندگی و سختی های زندگی رو نمیفهمین. دوستای اون موقع ما اشکبا وقتا که بود تازه 18 را پلاک دادیم ما 19 میشدیم اشکبا تازه 18 ساله. آره. دیگه خانواده از ما پاتیم از جا گرد نزدد ولی خسوریم خیلی نارچیز کرد نشد همه چون اشکبا واقعا تازه 18 ساله شد دیگه سن قانونی رسید دیگه واقعا هم زود بود دیگه ما هم که دیگه پای بند دادیم که نه ما باید به هم دیگه برسیم. دوستا همون سال جالب ای بود که طالبا تازه همون سال افغانستان رو گرفتد نه؟ آره. بعد دیگه علی گفته که ما شاید برم یک کشورهای دیگه ایران برم از اون جای دیگه برم یعنی خلاصه قبل از اینکه برم باید آردیم نامزاد چنی بس خدای نخواسته بعداً مثلا تو با کس دیگه ازدواج نکنی یا ما هرچی میگفتم نه هنوز زوده بازی قبول نکرد دیگه. همون سال که بود ما یک از دوستا قرار بود یک کسی یک از کشورهای اروپایی رو پشت ما جور کنه دیگه تقریبا در پشت ما و یک رفیقیم بوده تقریبا در مراحل آخری رسیده بود که دیگه لامصب کنسل شد نشد باز دیگه ما هم گفتم ما که مروم دیگه باید آردیم نامزد کنیم ما در نام از شکیبا شدیم شکیبا در نامی از ما خود است دفعه اول دیگه رد شد. آره ما واقعا دوستا خیلی شکیبا دوست داشتم علی از شکیبا نمور دوست داشتی؟ اگه نمی داشتم که آره شکیبا مور دوست داشت دوستا. خب دوستای عزیز آره یک لحظه دوربین از ما بر سر سپایه خطا خورد که خاموش شد لامصب باز زد آره دیگه حالا زاویه دوربین رو هم تغییر دادیم از این طرف مور سیل کنیم دیگه خب قصه در کجا رسید شکیبا ای گل؟ خب دیگه دوستا دیگه آره دوستا قصه در اینجا رسید که خانواده تایید کرد دیگه خانواده از من بعد ما نامزاد شدی کار خدا رو سیل کن نامزدی از ما و شکیبا تقریبا یک هفته بیشتر نه دو سه هفته دوستای عزیز و تعویق افتاد خاص به خاطر از اینکه خسرو مزیان گفت شما خیلی کار دارین شکیبا کسته هم بالاخره کار نکرده خانه اینجا زندگی دو بلدش سخت خواه هر پدری هر مادری فردای اولاد خورم فکر نه یک چیز طبیعیه دیگه حالا سعی کن دوستا ما و شکیبا بدونی که ما تصمیم داشتیم با ایران ایران زندگی کنی قسمت و آبادانی از ما در ایران بود که ما بایم در ایران و حتی ازدواج کردم حالا ما ادامه قنجرش میگیم که حتی ازدواج در ایران بود ما در ایران رسیدیم خلاصه بعد می که دو سه هفته دوستای عزیز همه چی به تعویق افتاد و دوباره یک جواب رد گرفتیم چهارمین جواب رد بود که بنده در کارنامه خودم خب دیگه خلاصه دوستای عزیز ما هم که آدم شیله بودم آره دیگه خیلی شیله بود بعد ما خودمون بعداً قبول کردیم گفتم یعنی نمیشه دیگه خانواده از من قبول نداره شکست پذیرفته بود دوستان هیچ وقت ولی بنده دیگه شکست هیچ وقت نمیپذیرم دیگه بازم دوستا رفتیم خواستگاری دوباره دفعه چهارم یا پنجم دفعه پنجم دیگه دوستای عزیز گفتیم نه دیگه مستقیم این دفعه حتی چادر و شیرین گفتیم این دفعه باید لاټک دیگه خلاصه اون دفعه هم خدا نصیب بود دیگه قسمت آردیم بودک آردیم سرنوشت همین بود همین رقم بود ما و شکیبا دیگه به نام همدیگر شدیم و یک
چادر کردیم مشک باره به اصطلاح افغانستان گل نشون میگه گل نشون کردیم دیگه دوستای عزیز. دیگه بعد از یک چادر کردیم دیگه بعد از نامزدی گرفتیم خیشگیری نامزدی اسمو در تالار نبود نه؟ در خانه بود. نه دیگه در خانه آره بود. در خانه بود دیگه دوستای عزیز. یک نامزدی قشنگ گرفتیم یک نامزدی یک خاطره خوب انده ولدی از موشکه با خلاصه دوستا آردیم نامزد شدیم آردیم قنیگش که با دیگه خیال آردیم راحت شده دیگه آردیم بالاخره بعد از یک عمر سختی کشیدن یعنی بلده از ما واقعا درسته که ما مدت 1 سال طول کشید تا موشکه باز آشنایی تا ازدواج تا نامزدی آردیم ولی بلده از ما به اندازه یک عمر تیر شد چون خیلی استرس داشتم دیگه یعنی همهش پر از استرس باشه که دوربین دوباره باد نزنه نیفته دیگه. آره دوستای عزیز ولی قسمت بود دیگه وقتی قسمت که باشد میگه هر قدر هم که مشکلات باید آره میشه هم قسمت هم وقتی دو نفر واقعا گخر دوست هستای دل آره عشق پایش استاد باشه پای همه مشکلات استاد باشد. آره دیگه دوستای عزیز موش که واقعا خانواده خوب واقعا خدا را 1000 مرتبه شکر خانواده همه ایش به جز خوبی از هیچ چیزی که فکر نکردم. بله و خسور مادریم یعنی یک انسانایی هست که ما میگیم شاید جورش در کل دنیا کم نظیر باشد چون واقعا اکثرا در فکر فردای از موشکه بود اکثرا فردای از موشکه بار فکر میکرد که فردا شما میتونید زندگی خیلی ما بدین نمیتونین از پس مشکلات های زندگی برمین یا نمین دیگه و جز امزی هیچ هدفی نداشتن. خلاصه دوستا دیگه از دیگه پا گذشته موشکه با نامزد شدیم و حلقه ازدواج بر انگشت از موشکه با افتاد به موشکه با عهد بستیم که یک عمر با همه مشکلات ها با هم یک زندگی را با همه از سختی ها و مشکلات هایش با هم دیگر سپری کنیم دیگه. آره دوستا بعدش دوستا نامزد شده دیگه تقریبا 3 یا 4 ماه بعد از یک نامزد شده علی ایران آمد دیگه دوباره داستان دوری و جدایی علی ایران آمد دوستا خیلی دیق شدم ما خلاصه خیلی دیق شدم اول که ایران آمد خودشم خیلی دیق شد دیگه علی 3 سال ایران من دوستا بعد دیگه 2 سال 2 سال؟ آره 2 سال آره 2 سال 2 سال ایران ماندم دوستا مقام مجردی ایران بودم کارم کردم آره بعد دوستا قرار بودی دیگه مثلا یک کم کار کنم و خرج و مصارف و عروسی را جور کنه بعد با اونجا تجاوری عروسی کنی آره دیگه خلاصه زندگی دیگه بعد مو فامیلی ده رئیس ایران دیگه کجا ما دی خلاصه پدر جان مادر جانم دیگه ما بودم خلاصه ما عرصه تنها منده دیگه اما دی ایران کجا ما دی بعد عروسی از ما من چی شد دیگه دوستا آره دیگه دوستای عزیز ما در اونجا در جاغوری هم موقع که نامزاد کردم من بخش خودم بود زمان چینل یوتیوب نداشتم ولی در یک کانال یوتیوب دیگه گزارش تهیه کردم باز خوب بود بالاخره هم که گزارش تهیه کردم هم یک دستمزد یا حقوق کارگری ایران در ما میداد ولی چون که اونجا بالاخره وطن بودیم دیگه یه سو ما رفتیم یک سر موتور بگیرد و تیل هم قیمت در افغانستان دیگه دوستا همهش خرج میشد دیدیم که والله رقم نمیشه باید برم ایران دیگه حالا که مسئولیت یک زندگی رو پذیرفتم باید از عهدهش بر بیایم. اما دوستای عزیز ایران 3-4 ماردیم نامزد ماندیم دیگه ما اومدیم ایران دیگه همین مدت 2 سال به شدت کار کردم یعنی خوب کار کردم دیگه دوستای عزیز بالاخره کمتون پیسه جور کردم و میخواستیم بریم افغانستان عروسی کردیم در افغانستان پس خصوص مزیا ما در ایران نه خانوادگی کش خوردن در ایران در تهران دیگه قسمت همینجا بوده قسمت همینجا بود که ما وشکه با در تهران عروسی گرفتیم دیگه خصوص مزینا که اینجا ما دیگه ما رفتیم گفتیم دیگه ما عروسی کنم لاکش ما اینجا هم دیگه اونم گفت مشکل نداره خیر دیگه دوستا ما در تهران عروسی کردیم بعد عروسی ما هم در تهران در خانه بود ساده بود بسیار خوش گذشت دیگه شانس اون موقع
که لاله تازه هم اینجا بود نه؟ آره لاله مزیان بود دیگه. فرانسه هم در دیگه شانس داشتیم و اون هم جمع اون ده بین از مو بود دیگه. وقتی نامزادیزمو جایش خالی بود نبود. آره. ولی در عروسیزمو بودن دیگه. آره دوستا سگ پدر جان قدر مهربانه که علیر گفته نه تو در تالار نگرد چون واقعا در تهران در تالارش یک شبانه روز خیلی چیز میشه، هزینهش بالاه. پدر جان گفت به جای از او که شما همون شب که در منج میگرین همون همه پول که در تالار میدین میتونین برین بلده خانه خوب بلده خلاصه بلده وسایل بگیرین خانه را جور کن پدر چی مخوره دیگه. آره دیگه بعد ما از در خانه عرصه گرفته خیلی خوش گذشت دوستا، یعنی قدر خوش عروسی گذشت. خانوادگی ها خانوادگی فامیلی. آره. فقط تنها چیزی که در سیز مو کم بود پدر جان مادر جان علی بود که نبود، اونا جایش خالی بود در افغانستان بود دیگه. حالا خیر رفتیم افغانستان در بین از اون بریم دوباره برای بار دوم دوباره ازدواج چطور؟ دیگه دوستان گفتن که بعضی هایشون سوال دادیم که چه قسم میشه که ازدواج کنیم. دوستان مو تقریبا 2-3 ماه پیش سالگرد ازدواج هم گرفته دی اشتدی. آره حالا دیگه رفتیم روی دومین سالی. آره دومین سال میشه دیگه. از عروسی آردیم و تقریبا 6مین سال از نامزدی از موش که بود. آره. دیگه دوستان عزیز این بود داستان آشنایی از ما. ویدیو خیلی طولانی نشنه. دیگه خوشحال شدیم که شما قنجقه از ما تا آخری از برنامه تا آخر از ویدیو بودین. امیدواریم که آنچه که شما نمیدانستین در مورد از موشکیبا فهمیده شین و خوشحالیم که قنجقه از ما هستین دوستای عزیز. خوشحالیم که دوستای خوبی چون شما را در جمع خود داریم و ویدیو از ما به پایان میرسه دیگه همینچی. آره دوستا دیگه ممنون از اینکه تا آخر قد از ما بودین دیگه. دوستای بود داستان آشنایی از ما. حالا اگه جای دیگه شکل من دوستا بازم میتونین در قسمت کامنت سوالایی دارین سوال کنین از موشکیبا. انشالله در برنامه دیگه دوباره ما در سوالایشون جواب میدیم. دیگه این ویدیو خیلی طولانی میشه دوستای عزیز. آره دیگه دوستا هر سوالی که در دلشون بود بازم بلده از ما پیام بدین ما بلدهشون کامنت کن. آره کامنت بدین دیگه دوستا. تا ویدیوی بعدی شما رو در لای پاک میسپاری. خدا یار و نگهدارت. بای بای دیگه رفیقی که دوستای عزیزم لایک و ویدیو و سابسکرایب چینل رو فراموش نکنین دیگه. خانه آتشم پر از پلو. موش که با واقعا شما خوشحالیم که خیلی خوشحالیم که قنجقه شما هستیم. منتظر ویدیوهای بعدی از ما باشین دوستا. اگر دوست دارین که ویدیوهای بعدی از ما را از دست ندین چینل از ما سابسکرایب کن. یا یار نگهدار. نگهدار.